صرف به خاطر استقلال وطن، به خاطر ننگ ناموس، به خاطر تمامیت ارضی، به خاطر مردممان، ملتمان، به خاطر حیثیت و آبرو و عزتمان مجبور است که ما مقابل هر نوع تجاوزگر، مقابل هر نوع اخلالگر، مقابل هر نوع انسانهایی که مقابل حکومت، دولت، نظام ایستادگی میکنه، مقابل مردم ما ایستادگی میکنه، باید ما مقابل از او ما و شما سلا گرفته ایستادگی بکنیم. و او ایستادگی میکدگی ها کی است؟ 4 تا دزد است که به نام طالب، به نام مولوی صاحبا را بدنام کرده برآمدن به خاطر منافع شخصی. دیگه کدام نه جهادی است و نه کدام گپی است. صرف بدنام کردن علمای دین مقدس اسلام از نام مولوی صاحبا استفاده میکنند. و علمای دین مقدس اسلام کسانی هستند که ما و شما از بطن مادر در دنیا می آییم، در گوش ما آذان میگه، ما را در ملا میمان، ما را در دین اسلام مشرف میسازه، کلمه در زبان ما عریضه میکنه و ما را به خدا و رسول آشنا میسازه. این علمای دین است که از گاواره تا لب گور که انسان میمبره هم در لحد میمانند. اللهم سلم ناکر خوانده تا در لحد مانده مولای صاحبا تا دعا نکنه. هیچ کس از قبر یک مسلمان، یک مومن شور خورده نمیتانه. از همین خاطر جناب علمای دین از گاواره تا لب گور با ما و شما، با اولاد مسلمان آشنایی داره. و این کسایی است این طالبا که از نام علمای دین استفاده میبرند، از نام اسلام استفاده میبرند. ببینین او برادرای عزیز، از روزی که اینا از پارسال بهاری که برآمدن تا حاضر چندین قتلا، چندین بیناموسی ها، چی رقم آدم کشی ها که مردم از خانهش کشیدن، با طفل و با سیاسرش به قتل رسانیدن. اینا مسلمان نیست، اینا مجاهد نیست، اینا طالب نیست. اگر مقابلی از یای مولوی صاحب است، او مولوی صاحبی که طرفدار به طالب است، او مولوی صاحب نمیگم. مولوی صاحبایی که راسخ و در دین اسلام آگاهی کامل دارند، اوی رقم مولوی ماشینی نیست. از اونها مولوی ها بپرسین که اخلالگر و تجاوزگر اینا هستن یا ما هستیم. اونا مقابلت کشته شوه، حرام میمبره. تو از وطنی عزیزت، از استقلالت، از خاکت، از ننگ ناموست، از حیثیت آبروی ملت و مردمت، از لقمه دهنت دفاع میکنی. تو شهید هستی، تو شهید میشی. تو بی ایمانی نکنین، بی غیرتی نکنین. همه قماندان های شما که در رأستان است آدم های درست نیست. من این را واضح میگم. همین سرگروپای ما منفی بعضیش که با ما صادق است و با ما دست یک وحدت و برادری داده، با ما سر قرآن پاک تعهد سپرده، او یگانه مقابل دشمن ایستادگی میکنه. بعضی برادرایی است اینجا منافع شخصیش مد نظر میگیره. هر این رقب دیم، این زمین دولت بگیرم، اجاره بگیرم، زن از این بگایم، دختری از این بگایم، حقی از این بگیرم، مالی از این بگیرم، پیسه از این بگیرم میگه. ایت انسان هم فعلا ما قماندان دارم و به نظام و به ملت و به شما اولاد مردم دل نمی سوزانه. تو را بی خودش بی ایمان بی غیرت است، تو را هم بی غیرت می سازه. او ایمان نداره، او به جیپه دنیایی آمخته شدگی است، او دانش به حرام آمخته شدگی است، او دانش به میکروب خورده آمخته شده. او به خونی تو، به حیثیت تو،
به نظام تو، به دولت تو، به مردم و ملت تو، به ننگ ناموس تو بندواز نیست. او دانش در حرام رسیدگی است. او فقط حرام خوری را هدف دارد که از کجا یک لقمه حرام پیدا بکنه و او را بگیره بخوره ایف و میل بکنه. فریبی تو انسان ها را نخورین. ما که جایی که قمانده میکنم مردانوار ایستادگی بکنیم. هر کس از جانش میترسه، مقابل دشمن ایستادگی نمیکنه، از مردمش دفاع نمیکنه، از خاکش، از محیطش، منطقهش، از قشلاقش، از ننگ ناموسش دفاع نمیکنه. سر از این تاریخ او قسم انسان برای ما بکار نیست. صلاحش بانه بیغم بره و کار غریبیش بکنه. فهمیده شد بچه ها؟ همگید مرغ هستین و برادر، همگید کی گریزان تو را؟ چی گپ بود؟ چند فایر راکت سرت شد؟ با قمانده ای کی آمدی عربا؟ این چرا آمدی؟ اول سرگروه گفت که های 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 حرکت کن، تو هم از ردش حرکت کردی. او چند نفر بود؟ های های 100 نفر است. کل طالب پیش ما شهرت مکمله ایش است. کل طالب میفهمم که در 3 ولسوالی فعلا 110 نفر طالب است. از 110 تا والله بالله رویم از قبله محمدی بگرده 111 تا هم نیست. فقط 7 گروه نفر در قط است. 3 گروه مولوی کمال است، کونشاخ مردمش خوجه بادین. 2 گروه هم قاری ایساق و اینه کس کرباسی دیگه هستن. حالا عزیز آمد 100 نفر، حالا عزیز آمد کل شب سنجی 8 نفر است. 8 نفر عزیزتون آمده، 6 نفر عزیزتون. و بی غیرت بی ایمان تو نشانه چی داری؟ جامعه جهانی دولت در پشتی تو است. او از تو مهمات از تو خریده میگیرن. هر کدام سودا میکنن. ما میدانم مهمات از تو فریب داده میخرن، او از تو خود اقبال بکنه. یا امثال ما و تو از پلیس سرحدی و پلیس محلی و دیگه ارگانهای دولتی او خریده و به خلطه میبره، از تو دکونی رنجر بار شده میروه. شرم و حیا در انسان بیترین چیز هستند. از این اضافه دیگه و شما را زحمت نمیتم. کلت اولادهای ما هستین، کلت برادرهای ما هستین. اینموتی که مردانوار بوده باشین. اضافه هم لیازتان هستن. این گناهتان ما میبخشم. در آینده اگر ای تو عکس العمل کردین والله بالله خودم از پایتان میزنم. اگر ما با مرمی نزدم سب بیخی بی ناموس بی وجدان بوده باشیم. ما ایتون نه که تو رو جرایی کنم ما برم در بغل زنم خواه کنم. من از او قماندانا نیستم. پرسونالم که هر جای بود دلم در تک پک است. شو تا صبح خواه ندارم. اخلا دایم در 500 متری تان دایم 1000 متری پشت سر در جای وظیفه اجرا کردیم، وظیفه در رایی کردیم، عقب جبهه تا گرفتیم ایستاده شدیم. اگر همون شب هم سرتان اشر عمومی بود، اگر از رخ عربا ما نمی رفتم کلت زنده می گرفت. زنده مردی نبودی که تک کده بتانی. های پشتی ما دور خورده، های پشتی ما دور خورده. بعضی ها را خصاب بیخی گویش رفته بود. خیلی ما بودیم که پس این تو ما وار قماندان داشتی. البته ما یک احساس داشتم که از این بغلت رفتیم زدیم دشمن. داود خان با 7 نفر زد، ما پشت سرش ایستاد شدیم. با 7 نفر همی عربا را تصفیه کرد. با شما واصل شد. عربا که تصفیه شده بود دشمن هم شکست خورد. اب دفعه اولت هم 1000 بار ما را زن فرزند گفته این همی ریش سفید ما را دو زدگی است. این همی آدم همی اکای داودی ما زن فرزند گفته 4 مرمی زده نزده. زن فرزند گفته ما را صبحش مهمات ما اوسو قلاچ کرد. چیزی که ما داشتم هم وقت اختیارش ماندیم. مهمات ما اوسو قلاچ کرد. اوسو قلاچ کرد. اگر همو شو ما نمی رفتیدم زنای از این همو شو طالب میگاید، همو شو میگاید ایره.
یکی ما بودم این زوری کری آدم از تو هستی بی پاس بودن ما هستم تو هستی تو را کی جور کده کی ساخته تو را ما هستم تو هستی من نباشم تو از کجاستی مردم که یک تفنگچه درایی در چک پاین های پولیس گشته نمیتونه تو کاسه کده میگردی از اینجا شر به شر تو را کس چیز نمیگه به ارتباط مالک تاتار کس چیز نمیگه انا باشه تو کی ولدی کی احساس داشته باشین غیرت داشته باشین و از اون مرمی میخوره از تو چی میخوره کونه در یک جای قیس نمیکنه و برادر یک چقوری را بکن بیغم پرتو همونجا خوده همین سرت کس آمد زدن بگی دفاع کردن بگی که یگان مردگو پیدا میشه که به دادی تو برسه یا تو را اکوال کنه یا از یک بغل درآمد کده تو را بکشه یا مرده ایتا یا زنده ایتا در آینده دیگه اینطور بیجی آمد هر برادری که بازم میگویم میرویس جان کدامت اکای داوود اکای رضابای اکای پلوان زرکمر میتونین درست بکنین که نمیتونین فنگایتان بانین بریم پناهتان با خدا هم کله شیر کله کیری که به ما میارین هرگز نیارین کل پرسونل من را شما بی غیرت ساختین کل نفر من را شما گندامخ کرده این کل نام من را شما در گوه زده رایستین تا که 4 نفر حاضر باشه ما دینت نام خدای لای نسایید بر پدرش نلده این پرسونل قیمه باشه حالا دنیا را بمه میکفانه تا که 4 نفر حاضر باشه ما در پهلوی تو رفته بیسته تو میستاده و 4 نفر حاضر باشه ما طلب کردم بیجی آمد و علا آمد و گرگ آمد میپرتی و میگریزی تا که من از لالگزر آمده امنیت زن تو را بگیرم امنیت ننگ ناموسی تو را بگیرم شرم و حیا در انسان بیترین چیز است اگر غیرت دارین آخرین گپایم بود برین خداوند توفیقتان بتا پناهتان به خدا هر کس بره جای خودش اگر ادامه خودش